مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان میگویند سرعت اینترنت در تاجیکستان خوب است و جای نگرانی ندارد. حجم یا سرعت با تاجیکستان وارد میشد 10 گیگا. تا آخر سال 2018 این نشانداد تکنیکی رو ما با 20 گیگا آورده رساندیم. و خود شما شاهد بودید که در چهاربینی‌های سیاسی که در سطح بین الملل در جمهوری تاجیکستان برگزار گشتن، خود روزنامه‌نگاران خارجی همکاران شما نسبت اینترنت سرعت بلند داشته پروایدر ملی بسیار سخنهای مثبت گفتند. اینترنت در تاجیکستان با سرعت سست و ارزشگرانش دائم باعث نگرانی رسانه‌ها و هم مردم می‌شود. سال گذشته سازمان سپید تستنت تاجیکستان را میان کشورهای جهان بعد از افغانستان در مقام 125م قرار داد که از مقام‌های پایین است. در جلسه آخر حکومت هم پرزیدنت امامعلی رحمان از صفت و سرعت پست اینترنت اظهار نگرانی و رئیس خدمات علاقه بک صبور را انتقاد کرده است. نهاد مسئول دولت باشد از رشد ساحه میگوید تا میان همین سال 2019 را نصیب باشد با 50 گیگا بردنیم این سرعت. یعنی که روز تا روز سال تا سال ما زیاد کردیم. از کجا سرعت پس می شود؟ متخصصان ساحه میگویند تا تأسیس مرکز یگانه کمیونیکاسیونی اینترنت طریق چند پروایدر به تاجیکستان وارد میشد. حالا از یک موری میگذرد هم سرعت و هم نرخ را یک نهاد معین میکند. عین حال اون چیزی که ما داریم نه از جهت صفت، نه از جهت سرعت، نه از جهت نرخ و نوا یگان قدر با یگان گویم استانداردهای حتی اگر بین الخلقی گویم با آدمگری نزدیکی نمیکند. اون چیزی که دایر به سرعت داریم خیلی سست است. ساکنان میگویند اینترنت گران و سرعتش سست است. نرخ اینترنت نیست که بعضی شرکت‌های موبیلی پیشگیری میکنند در مقایسه با بعضی دیگر دولت‌ها قیمت‌تر است. البته نرخ و صفت اینترنت بسیار قیمت است و بسیار ضرر است برای سطح زندگی و برای ملاتیاش، برای جوانان. ناظران بازار اینترنت تاجیکستان را گرانتر از کشورهای همسایه می‌دانند. گاهی برای بعضی از طرفه‌ها نرخ خیلی بالا رفته است. این حال پیش از شما آمدن و بعضی تعریف‌ها رو دیدم، مثلا گویم سرعتی تا 15 مگابیت در یک ثانیه با تعریفی 1000 گیگابایت همگی $30 می شود. اگر با پول سامانی گذاریم تقریبا 300 سامان. بله در قرقیزستان. اما اگر که در تاجیکستان چونی تعریف کوبید نه کمتر از 7-8 هزار سامانی شما باید مصرف کنید. تعریف های هستند که تا 6 مگابیت میدهند، یعنی خیلی که میبینه البته 2.5 کرات کمتر سرعت با همین سرعت در تاجیکستان تا 5000 سامانی میرسد. مقامات میگویند گرانی اینترنت در تاجیکستان از دوره جای انتقال اوست. بنابراین امسال با وزارت مخابرات افغانستان برای بهبود تکنولوژی ارتباطی و کیفیت خط اینترنت یک سازشنامه به امضا رساندند. میگویند طرح مذکور میتواند تاجیکستان را به کشور ترانزیت تبدیل دهد، نرخ‌ها را پایین بیارد، سرعت را خوب کند. حالا در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 2,700,000 نفر استفاده برندگان اینترنت هستند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، افسانه اکوبرشای و آزادی دوشنبه.